безор шидме як шуе накадам ки ба ҳазур зиндагӣ кунме безор шидам ай зиндагие ҳоли ҳами мардак биёя ҳами шум биёя ҳоли мегумша ки ма дига қатити зиндагӣ намекунам ба и отат ба и падарот се вақт идама чой кунам авқот кунам боз шабу шум се вақт ира хурду хӯрок битам авқот кунам и дегмони осонай ҳози бия ҳами шум биёя ё ма ё отат зан мефурата ё не отата мебари аввал хонаи пиронсолонда мемонӣ баъд миёи қатима зиндагӣ мекунӣ ҳози биёя ҳами ҳози биёя хеле намешава ҳози биёя دوستانی از این گفتنمان پیش از نوار تماشا کردن به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و ساداوات جمع می شود تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستانی عزیز بار به طرف شهر دوشنبه شهر باختر ناحیه یاوان عبدالرحمن جامی ناحیه غازی ملک یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند کمپانی اکای بختیار و بهرامجان دوستان عزیز 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونم مرامت کرده زنگ زنید بارای خود را به تاجیکستان روان کنید سلامت باشید کلون بچم بچم یا اوی طهارت نمیگیریم ادا همین خودت نمیرسیدی تا بگه در خدمت خته توبه جوانای حاضره ده اینمه مصطفی برای طهارت کو تا بگه در خدمت خته دیگه این مصطفی نه اوقات میتم نه اوی تورد میتم من گشنگی را زورش بیایه خانه فرزنداش بروه چی ما با این مصطفی دا غلامو یا شیرینیک بخورم ایوه این مصطفی کسافته شکمش سوخته گرفت چی بلا ای بیابرم تو چی میکن؟ کلون جان بچم نیم کاسه های شوربا نمیتی بخورم ای دین ای بچم گشنه تو همین گپا تا با در پیش هم بچه نکنی بگوی با ها؟ ما تو دا خونمون داری جا تو اینجا تو دا سلام جان اوقاتم بته برده او خونه یک قبچه دا نونی تاقای بگی خوردم بگی دیگه نه یا پشت ریزای من فهمیدی؟
رفته ها رفتند و ما هم می رویم، از برای چند روزی ما بس هست دیگه. ای بچه یک کس اومده است، کی باشه ای؟ یک کس راستی با همیشه اومده است، هر جایی باشه یکم اسبش گریختگی یا یکم گوگم کده. علیکم تقوی. علیکم سلام. علیکم تقوی. رحمت. شما خوبی؟ اینجا سلامتی خوبه؟ راستی دو درجا نشناختم. تقوی من یک قشلاق پرانگیم. تینجا؟ اوه تینجا. همه گو مونا گم کردیم. گو کوی برومد. یکم گو ندیدم جودا. گو کوی؟ راستی گفت همه پشت در 4-5 تا گو بود دو درجا. اکی راستی اینه که من نمیدونم که گو کی باشه. گوی شما هست نیست بهش نمیدونم. ای قشلاقی پایان دو در بخشیش. ای قشلاقی پایان بچه کی خدد؟ بچه بابای داوود. بچه بابای داوود. یک بچه داشتن؟ بله بله. شما یک پسره نه؟ یک پسره من. مادرتون هسته؟ نه تقوی مادرم نیسته. پدر توخه؟ خودتی او؟ من خدمت اویلم پدرم. بهترین. دودر جان یک نصیحت میکنم بچه جان، هیچ سخن پست بلند نگو، پدرت نرنجام، دعای پدر بگی میخوای که همه دنیا و آخرت آباد شد. میگن که وقتی که انسان پیر میشوه دلش نازک میشوه، یعنی که مثل طفل میشوه. پدرت در عین پیری نغز، یعنی که احترام که حرمت که اوی تاورتش بته. رفتی پدر رو حتما از نام ما سلام بسیار بگو که اکای احمد سلام گفت وقتی خطیش ما کار میکردن. خوب شده تقوی جان. سلام بگو بابی داوتا. نمیرم خونه فعلا چون رحمت همه پشت گواه 4-5 تا هست، یا ببینه که گواه شما هست. بله تقوی برام کو. سلام ما را برسون. بله تقوی جان. بله. هی بابی داوتا سلام بگو. خوب شده تقوی. بله. بله. گواه پشت. بله. بگی مردک جان چای تیار، نهاز اوقات کدم گرم کک میورموز. بگی مردک یا خود تمام زنک مونده شدگی میشونه فرده سه او تم درگون چکدی؟ ای وی مردک جان 4 نماد اوقاتش کدم. آوی توره دادم 5 وقت آوی توره دادم. با دیگه چی کنیم شه؟ برام مساجش بگیرم. پدر بار بینیگر پدر بر فرزند هم دل و هم جان و جگر بال و پرت فرزند است. هر کجای که روی باز بیایی بدرت رهنگر در پشتی درت بال و پرت فرزند است. ای گو کوی اومده من دو گوه همسا خرده یفتم من یک تایگه شنه یفتم پگه نصیب شد دیگه شکفتنی هم که مونده شدم زنک. مردک جان اوقاتت بیارم. بزنک یک چوی برز اشتیو ندارم مونده شدگیم. بگی مردک جان چای گرم.
گاو کجا رفته باشم؟ خدا یکه احمد دیدیم، همه جا را گشتیم. خواهی میایی شونه مردک جان، زیق نشکای بسیار کم ترک درست کشیم که مونده شدم گاو کنسون. مالش با حضور خورا مردک جان. ما یک قهوه مسافر برم نگاه کنوشم. سلام علیکم. بیا بچم. بیا بچم. ترجمه میشی. بش. سوزی خودتان. بشه بچم. خب بگو مامی کلینتون. بچم. مو داو خود میتونم. بچم میتونه. نه دونم بود خود آورد بچم. خوردم بچم شکمم سیره. اینجا تشنه موندم یک کاسه آب بخورم. اوتا؟ آلا بای بچم. نیخ همیشه مو داو خود میتونم آخه. کلان جان بچم نیم کاسه آب شوربا نمیتی بخورم. ای دین ای بچم گشنه. تو همین گپا تا با در پیش هم بچه نکنی بگوی با ها؟ بچم میتی آقا نه حاضر خوردم بچم سیرم بچم خوردم کم تر آب بخورم. ای مرده بابا زنک هم وقتی که تو کار میری کو در این خونه ما فقط عذاب ایدارم میاد تا اوقات کو لباس بشو آوی تورات بته چای کو این فقط عذاب شده ایمده. ما همین طرح هم قدوس میدارم که خیلی هم اصلیت کنی شما سر خیلی تا نمیشه خونه پیران سالان ببرید. چی؟ عقل تا خورده چه زنک؟ خیلی لحظت زندگی را بفهمیم و خمونم. چی؟ تا ما در خونه بوشا لحظت زندگی نیست؟ آخی به فرایی بد شدم مونده شدم. خیلی تا مرا بفهم مردک جان. آخی مردک جان میدونی که من تو را دوست میدارم. و منم تو را دوست میدارم زنک جان. آخی مونده بد شدم. خونه اپد ببر بماش ها؟ آخی زنک او هفته همی اوتاما خونه اپام بود من همون یزنم قریب سر به تا اپاما گو بگی اوتا تا برای خونه مو خونه پیران سالون ببر آخی. ای زنک تو عقل تا خوده این مردم این همسویا چی میگن؟ میگه که یک پدر داره یا پدر چندگو کده نتونید بچه بیناموز بیننگ بده میگه دهمی سن سال پیریاش من هم اوتام دهم بگیره راحت کنم دعا شب بگیرم خوشبخت میشه مخی. این مردم هر چیز گفتن میگیره. همین دعاش هم کو ای بند رفت های همش دروغ شیدگی ای مردک ای بگی ببرشه عذابی ده دنیا کشیده است مردک تو مرا میفهمی تای در بیرنی همی عذاب دارم کی قطعی آتای تو سه وقت من اوقات میکنم خام شوربا میکنم منتو میکنم لگمن میکنم آوی تارتش میتونم 5 وقت مونده ای بد شدم این نمیتونم دیگه یا من یا آتت یا زن بفارت من اگر آتت بفارت بخیبی که ببر آتت که جای میبری و نمیبری من میرم این زندگی نمیکنم دیگه. نه بعد عاقبت چی میشوه؟ عاقبت یک گلیستان میشوه یک عمر متراتوری سار کده میگرد در لباد همیشه خنده میشوه زندگیمون آزادانه میگرده. یک پیشنهاد دیگه دارم اوتایت ساعت 2 شب تورات کنی میخیزه میروه هی سری بلندی نمیشه بری مردک جان یک تلاش کنی و بخیزی بیوی سهر مردم که اگر یگون چی گفت میگیم خودش رفت تای تورات کنی جهر شیده مصفه.
تورات کنی ارتاد شده خبرaya telaş de diyor خمره дуои падара бигӣ мехоҳӣ ки ҳамаи дунё охиратат обод шавад. дуои падара бигӣ падарҷон, яъне ки ҳамаи дунё баракат буда охират. оқибати чӣ мешавад? عاقبتی گریستان میشود یک عمر متر تو ریسار کده میگرد مادر جون هر کی به یادی پدر یک لحظه باشد غافل است. هر کی با یادی پدر باشد مرادش حاصل است. هر کی فرزند بیرون و بهنج از پدر بدوی خیر فرزند پدر بدوی خیر فرزند دادن مشکل است. دوره دنیایی را سر به سر میبینی تو، گردش ایام را هر سحر میبینی تو. هر سحر بر وقت بخیز، خیرت برکس بکن، روز خوش رو از خدای معتبر میبینی تو. گر برنجانی دل را در دوام زندگی، آن دل رنجیده را از دیگر میبینی تو. گر برنجانی پدر را در دوام عمر خوب، آن چی کردی با پدر از پسر میبینی تو. گر نه آموختی طفلکانت تا ابد، عاقبت آن طفلکان را در بدر میبینی تو. گفته حافظ حاصلی که داری به عمر، حاصل کاریدت را در درو میبینی تو. تقایی خاندارم تقایی 5 وقت آی تارتت میدادم تقایی شکمک تسر میکردم تقایی آه کلینی دوست دارد بودم تقایی تا بردن جانم خلاصی تا حضور میشینم دیگر. اوی پدر جانه پدر، اوی پدر.